هر وقت احساس ناامیدی کردید بازی پرسپولیس مقابل ستاره‌های الدوهیل و اون کامبک رویاییش رو به یاد بیارید. در اون بازی که در سال 2018 پرسپولیس با یک بازگشت رویایی و باور نکردنی موفق شد تیم قدرتمند و پرمهره الدوهیل رو شکست بده و الهام بخش بسیاری از تیم‌ها در فوتبال آسیا بشه. معلوم نیست برانکو دقیقاً بین دو نیمه چه چیزی به بازیکن‌ها گفت که در نیمه دوم شاهد پرسپولیسی متحول شده بودیم. نتیجه تفکرات برانکو، تلاش بازیکن‌ها و حمایت سکوها، سه ضلع موفقیت که در اوج هماهنگی با هم قرار داشتن، این شد که پرسپولیس در 45 دقیقه با هنرنمایی سید جلال، علیپور و منشا حریفش رو به زانو درآورد. پرسپولیس یک پیروزی عمیقاً دراماتیک رو رقم زد، درست مثل قصه‌ای که تا اوج تباهی قهرمانان داستان هم پیش رفت، اما مقدر بود که با یک پایان خوش به اتمام برسه.